گرفتم. خب 9 تا زن گرفتم. الان چند تاج داری؟ الان الحمدلله دارم 4 تا، 2 تاش به طلاق دادم، دارم 2 تا. آها. خب فهمیدی؟ او این 4 تا او 5 تا قبلیش کجان؟ قبلی مثلا یکیش داخل گفتی اولی شکرو کردی. خب او کجان؟ یکی داخل مثلا شکرو گرفتم. او که شکرو گرفتم همینجان. یکی دیگه گرفتم ای که ترکن که میبینی این ترک مال جنبنارو هن. این مال جنبنارو هن. خب این ترکن. این زن دومیه. دویمین یکی گفتم باغون دختر عبدالله ناچاره. خب این 3 تا. مال باغون. او عربن. خب او عربن. یک بچه هم سی دارم. او عربن. دیگه برات بگم یکی گفتم لامر. درست. 2 تا گرفتم کانوج. 2 تا گرفتم کانوج. خب هر یکی مثلا ما به یه جای گردم. خب حالا از زن اولی چند بچه داری؟ 4 تا. کجا هستن؟ شو میبینی؟ سر میزنن میان میرن؟ پری ما که نه هم فضا خونهشون مثلا یکی ها اون دور دنیا نشسته، یکی هم اون یعنی تو کاسمالی نشسته؟ تو کاسمالی نشستن. خب از زن دومیت چند تا بچه داری؟ از دویمی. ای دومیه؟ نه دومی کسی دیگه. خب دویمی کسی دیگره. از او چند؟ دویمی هم مال کانوجن. او چند تا بچه؟ او هم الحمدلله دارم 4 تا پسر 6 تا دختر. ای از دومی؟ از کانوجی. خب از سومی؟ از سومی هم دیگه دارم 2 تا دختر 1 پسر.